ازم خوش اومدین با یه ویدیوی دیگه. امروز میخوایم شکلات درست کنیم. خب تون بگم کره، پودر کاکائو، شکر. بعد اینا رو با هم مخلوط کردم. میخوام بذارمش روی گاز، روی حرارت ملایم تا یه مقداری با هم میکس بشن. بعد اینکه میکس شدن من شیر رو اضافه میکنم. دیگه حالا میریم که بقیهش رو ببینیم. این چیزهای مراحل خیلی راحتیه. مهم اونجاست که به چه غلظتی میرسونی و چجوری میخوای تو قالبش بذاری و این چیزا بستگی داره که اینا رو درست انجام بدی تا یه شکلات بامزه‌ای برات به دست بیاد. خب همینجور که میبینید من در حین اینکه اینو گذاشتم رو حرارت هم میزنم تا این کره آب بشه. کره و شکر آب میشن و انقدر نباید رو حرارت تنها باشه، اینو بهتون بگم، چون ممکنه که این پودر کاکائو تلخ بشه و شکر هیچ تأثیری نداشته باشه و فقط ارزش غذاییش رو ببره بالا. من قالب رو اینجوری کره ریزی کردم توشو که موقع در آوردن شکلات راحت بشه. گذاشتم توی فریزر و گفتم به شما نشون بدم. یه اندازه یه بند انگشت هم خیلی زیاده، خیلی کم کره بذارین قالبتون کره یا روغن داشته باشه که من با کره انجام دادم. این تو هم کره بود و من کره رو استفاده کردم. خب حالا من چیکار میکنم؟ شیر رو اضافه میکنم، تند همش میزنم. یعنی این عمل انقدر سریع باید انجام بشه که چون که پودر کاکائو خیلی وزن سبکی داره و در حین هم زدن ممکنه تو هر چقدرم خوب هم بزنی ممکنه که یه دوندونایی ازش بمونه. نکنید من شیر رو یواش یواش هم بهش اضافه میکنم تا اون غلظتی که میخوام برسه. دورگیری میکنیم. دورگیری رو حتما یادتون باشه، چون که شکر میچسبه به دیواره ها و این دیواره ها به مرور میان پایین و روی مواد شکلات ما تاثیر میذارن. دورگیری که بشه حتی اونام حل میشن و یک مواد دورریزم نمیشه. یعنی با یک کار 3 تا نشونه رو ما میزنیم. خب به عالی میشه این. خب به نظر من که خوبه غلظتش. حالا میخوایم بریزیم تو قالب. من دوست داشتم که از مغزم استفاده کنم، ولی خب مغز فندق، ولی شما میتونید استفاده نکنین یا اگر دوست داشتین استفاده کنین، فرقی نمیکنه. ولی من یعنی همه این کار رو انجام دادم، هم استفاده کردم هم استفاده نکردم. من یه مقدار خیلی کمی این مواد درست کردم. حالا بهتون نشون میدم که چیکار کردم. مراقب باشین که دور قالب اینجوری کثیف نکنین. با ماسوره بریزین خیلی بهتره. من با ماسوره نریختم، یکی 2 تا از قالبام بد شده.
خب ایرادی نداره، وقتی که از قالب در میاری میتونی اینا رو بشکنی. خب من روشونم دارم فندق میذارم، خیلی خوشمزه میشه. فندق عالی میشه توی شکلات. خب چون که قالبم از این قالبایی بود که وسطش از این بیلک های مثل این سوراخ‌ها داشتش، نمیتونستم فروش کنم، برای همینجوری روش گذاشتم. ولی شما میتونی از هر قالبی، این دیگه اصلا دلخواه دیگه، بس سلیقه داره. من از سلیقه خودم تا همینجا استفاده کردم. میگم روی بذارم نذارم، میذارم بابا، چی میشه دیگه. خب اینا رو تا حد دیگه میتونید تمیز کنین. من این قالب رو گذاشتم توی فریزر تا سریعتر ببنده، زودتر بهم نتیجه رو نشون بده. ولی شما میتونین بذارین توی یخچال، ولی یه ذره مدت زمان بستنش طولانی تره. من یه ذره از این شکلات اضافه موند، ولی ظرف شکلات سمونه که از بیرون خریدم رو دارم، بخوام اون تو بریزمش یه ذره تبلیغ نشه. خب حالا اینو میریزم این تو تا شما شاهد این دیزاین بنده هستی. حالتون خوش، احوالتون عالی عالی باشه. اینو درست کنید و عصرونه یا مهمونی چیزی هستش کنار عزیزانتون میل کنید. خیلی هم راحته. اگر خواستین دستورش رو بدونین کامنت بذارین، بنده حتما جوابگوی شما هستم. اینم به طبیعت. تا شنبه دیگر بدرود.